سلام فریده خانم. سلام. امروز رفته بودم پیش مربی شناتون. خب میگفت بین بچه‌ها فرق نذاشته. آره منو نگه نداشت چون من یه آدم ورزشکارم. در ضمن بینتون دانش آموز پسرم بوده. آره ولی ما رو همدن نگه داشت. بچه‌ها چرا اینقدر اعتماد به نفستون پایینه؟ مربیتون حتی نمیدونست شما تو پانسیون میمونین. اینا همینن فریده خانم، همش خود کمبینی دارن. فریده خانم ببینین چی کار میکنه. سوگل خیلی خوب، از این به بعد میخوام یه دختر خوب و مؤدب باشم. را بیفت. میتونم بشینم؟ مدرسه چطور بود؟ خوب بود. حال جون من تازه راه افتادم. یه سر میرم خونه بعدش میام میبوسمت. ببین جمره، منو ول کنی، برید به قرارتون برسی. اگه چیزی نیاز داشتی یا دلت خواست با کسی حرف بزنی من همیشه کنارتم. فراموش نکن باشه. فردا میبینمت. سلام دختره. مارال جون کجا بودی؟ میرون بودم، یه خورده ویترینا رو نگاه کردم. چیزی هم خریدی؟ نه بابا پول ندارم که. شایدم داشته باشی، شایدم از قبل داشتی. مثلا چی کار به کار من دارین؟ سرتون تو کار خودتون باشه. به چی نگاه میکنی؟ دخترا زود بزنین به چاه. چند دقیقه دیگه اینجا خون و خون ریزی میشه، طاقتشو ندارین. برین. ای بابا شما چتونه؟ اونا رو با کدوم پول خریدی؟ پول اون پسره رو تو دزدیدی مگه نه؟ دوستی چیه؟ 20 لیر داشتم با اون خریدم. پس این چیه؟ اینجا نوشته 80 تا. پول خودمه، به تو چه ربطی داره؟ سرکان دیده که اون 100 لیر رو تو برداشتی. اوه دختری یه دورو رو ببین. نکنه میخوای حرف اون پسره رو باور کنی؟ اگه برداشتی بگو برداشتم. راستش چی رو بگم؟ این همه بلا سرمون آوردن، بهمون تهمت زدن. این 100 تا در مقابل کارشون هیچی نیست. کم عقل کاری میکنی بهمون انگه دزدی بزنن. من تو رو میکشم، میفهمی؟ میکشم. بابا سوگل بلش کن بابا. سوگل کردم سوگل بلش کن. چی شده دخترا؟ چای توالت گرفته؟ نه هدیه خانم دارن دعوا میکنن. سوگل داره مارالو میکشه. چی؟ دارو باز کن ببینم. زود باشی. دستشویی پر خونه، نری تو. اینا واقعا فکر میکنن من قاتلم. دخترم حالت خوبه؟ ولم کنین، چیزی نیست. دختر شما بری سر درس و مشقتو، زود باشی. آفرین.
ممنون. متشکرم. دخترا اینجا کسی هست بخواد کمک کنه؟ متشکرم. ممنون. زود باش. دست به جیب شو ببینم. زود باش. کاش اقلن میذاش از چیزایی که خریدی استفاده کنی. نگران نباش، همه اونا رو از دماغش در میارم. وای تو دیگه چقدر مارمولکی دختر. نکنه فک و فامیل پولدار پیدا کردی؟ نه بابا، از رو فروش دستپندا پس انداز کرده بودم. بیشتر بده خب. بیا اینم بگیر. منم اینقدر تونستم جمع کنم. یعنی 100 تا شد؟ بیا اینم از طرف من. دست درد نکنه. دخترا بازم کسی هست بخواد بیشتر کمک کنه؟ ببین فریده جون، به نظر من تو بازم فکراتو بکن. اینقدر زود همه چیزو خراب نکن. ودادم خیلی پشیمونه. خواهش میکنم حرفامو باور کن. همه چیز تموم شده. من تصمیممو گرفتم، راه برگشتی هم نیست. خواهش میکنم تو هم دیگه دربارش صحبت نکن. باشه عزیزم، دوباره همین روزا یه قرار میذاریم. شبت بخیر. شب بخیر. چرا همه این مردا خیانت میکنن؟ مارال باید 10 تا گردنبند با اینا درست کنی که آخر هفته بفروشیم. باشه درست میکنم. بذار اول غذامو بخورم. جمره بیا غذا بخوریم. نمیخورم. از گشنگی میمیری دختر. ای کاش بمیرم. مامانو صدا کنم؟ دوست داری باش حرف بزنی؟ نه خواهری، بیا خودمون حرف بزنیم. حالت چطوره؟ از چیزی که ناراحت نیستی؟ نه. عمو کمال چطوری باهات رفتار میکنه؟ با من؟ آره. خوب رفتار میکنه. با این حال بازم تو بهش اعتماد نکن باشه؟ منظورت چیه؟ هیچی، همینطوری گفتم. با کی حرف میزدی؟ با خواهرم. کو خواهر جونت؟ خواهری تصویرت قطع شد. اون ما رو میبینه مگه نه؟ ایلول ببین برای خواهرت چی خریدم.